يا رسول الله يا حبيب الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع فرمودند: وای بر شما، بعد از من کافر نشوید طوری که گردن یکدیگر را بزنید. حدیث متفق علیه. یعنی بعد از من گروه‌های با هم مخالف نشوید و گردن یکدیگر را نزنید و اتحاد و یکپارچگیتان را از دست ندهید. در این حدیث معنی کفر عملی است، نه اعتقادی. یعنی این عمل کافران است و مسلمانانی که اتحاد مسلمانان را برهم میزنند و چند دسته میشوند و بر علیه دیگر مسلمانان سلاح کشیده جنگ میکنند و به قتل و کشتار دست میزنند، عمل کافران را انجام میدهند و فاسق و فاجر به شمار میروند، مگر اینکه این کار خود را حلال بدانند. پس در این صورت آنها را مسلمان شمرده نمی شود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با این سخنان گوهربار خود امتش را از تفریقه و چند دستگی باز داشته به یک پارچگی و اتحاد دعوت می کند.